روز اول مهر به یاد همکلاسی 16 مهر 1401 ساعت 7:49 صبح بود. 2 هفته بود که مدرسه ها باز شده بود. مثل همیشه ابوالفضل اینجا جلوی مدرسه از ماشین باباش پیاده شد. بند کفشاش رو محکم کرد و زیر چشمی باباش رو پایید. بعد که از دور شدن ماشین باباش مطمئن شد آماده شد که بره. یه دلش تو مدرسه و پیش همکلاسیاش بود و یه دلش جلوی دانشگاه و دوستای دیگه‌اش که قرار بود با هم برن تظاهرات. تصمیمش رو گرفت و در جهت عکس مدرسه حرکت کرد. امروز مقصدش دیگه مدرسه نبود. مقصدش دانشگاه بود. وقتی جلوی دانشگاه فردوسی مشهد رسید شلوغ بود. ابوالفضل هم اومده بود تا برای خواهرها و برادراش دستش رو مشت کنه و فریاد بزنه. به قول پدرش حق و حقوقش رو به عنوان یک پسر نوجوان ایرانی میخواست. چون دیگه بعد از شهادت مظلومانه مهسا غیظی شده بود و نمیتونست تحمل کنه. ساعت 11 در حالی که ابوالفضل با دوستای نوجوانش شعار میدادن، وحوش بسیجی سر رسیدند و جلوی دانشگاه فردوسی بیرحمانه ابوالفضل رو از فاصله نزدیک به رگبار بستند. ابوالفضل دیگه به مدرسه برنگشت. حالا او مثل یک قهرمان اینجا کنار جاده قوچان به فاروج آرمیده و مزارش زیارتگاه عاشقان آزادی ایران شده. بر سر تربت ما چون گذری